سلام و عرض ادب، خیلی مخلصیم. دوستان ما توی ویدیوی قبلی 3 تا بحث رو مطرح کردیم. توی این ویدیو میخوایم به تفصیل و مفصل توضیح بدیم که در رابطه با این بحثا که مطرح کردیم دقیقاً باید چیکار کنیم و به طور عملی مثال بزنیم که قشنگ براتون جا بیفته. بریم که شروع کنیم. خیلی مخلصیم. خب توی ویدیو قبلی ما گفتیم که آقا بحث اول چی بود؟ بحث اول این بود که آقا آدما دنبال حداکثر منافعن و متاسفانه همه آدما فقط به خودشون فکر میکنن و دوست دارن که از رابطه‌ای که دارن حداکثر هیجان رو داشته باشن، هیجان رو به دست بیارن و گفتیم که آقا هیجان با ترس از دست دادن رابطه مستقیم داره. یعنی اگر دختری ترس از دست دادن شما رو نداشته باشه دیگه هیجانی در رابطه نخواهد داشت. خب الان ما میخوایم بگیم که آقا ما باید چه کارهایی رو انجام بدیم که دختر ترس از دست دادن ما رو داشته باشه. خب این هم یه کمی هم خیلی ساده است هم خیلی پیچیده است. ببینید اینا همه، حالا همین 3 تا بحثی که دارم میگم، همش ریشه اصلیش اون علاقه عمیق و شدید مرده. یعنی اینا همش از جایی نشأت میگیره که یک مرد علاقه زیادی به یک زن داشته باشه، به یک دختر داشته باشه. همش از اونجا نشأت میگیره و وقتی که یک مرد علاقه زیادی داره به یک دختر همه این مشکلات به وجود میاد. سعی میکنه که همیشه در دسترس اون دختر باشه، سعی میکنه که همیشه بیشتر مواقع با اون دختر در ارتباط باشه. یعنی هی بهش پیام میده، هی بهش زنگ میزنه، علاقه زیاد نشون میده، توجه زیاد میکنه بهش. اینا خیلی منطقی هم هست. وقتی من یه نفر دوست داشته باشم این کار رو انجام میدم برای اون و همه این مشکلات متاسفانه از همینجا نشأت میگیره. ما حالا ما باید چی بگیم؟ یا باید بگیم آقا داشت من علاقه نداشته باش، که خب نمیشه، علاقه داشتن یا نداشتن دست خود ما نیست. یا آقا اگه علاقه داری برادر من خودتو کنترل کن، خودتو کنترل کن. باید بتونی احساساتت رو کنترل کنی. وقتایی که داری منفجر میشی از پیام ندادن پیام ندی. حالا بحث بعدی هم این بود که گفتیم مثلا پسرهایی که دوست دختر دارن و مردایی متأهلن شانس بیشتری دارن برای ارتباط و باز هم همین نشأت میگیره، از این برمیگرده به همین داستان. و بحث سوم این بود که گفتیم خانوما اشتباه انتخاب میکنن. چرا؟ چون جز مردایی میشن که یا علاقه سطحی بهشون دارن یا سیاست دارن و تجربه دارن. باز هم همه اینها نشأت میگیره از همین چیزی که گفتم. پس 3 بحثی که ما ویدیوی قبلی مطرح کردیم و حالا راهکاراش هم یه اشاره کوتاهی کردم تو ویدیوی قبلی، همه اینها برمیگرده به همین ریشه اصلی، یعنی علاقه شدید یک مرد. وقتی یک مردی به یک دختری علاقه‌مند باشه، شدید علاقه داشته باشه به یک دختری، همه این کارهایی که نباید بکنه رو پشت سر هم انجام میده و همه اینها باعث میشه که این موضوعات به وجود بیاد. پس ما راه حل کلی که بخوایم بگیم برای هر 3 تا بحث، راهکارهای زیادی داره ولی من 1-2 تاشو بیان میکنم، عرض میکنم خدمتتون. یه حالت داره که آقا شما علاقه داری به یک دختری و میگی آقا من میخوام روی پروژه کار کنم، تک پروژه‌ای هستی، میگی من میخوام روی پروژه کار کنم و با یه نفر باشم و رابطه سالمی شکل بدم و برم جلو. خب شما اگه علاقه زیادی داشته باشی به اون دختر، باید بتونی احساساتت رو کنترل کنی، که من به شما میگم در 90% اوقات نمیتونی و اون کسی که باید بفهمه میفهمه. شما هر چقدر خودت زور بزنی که نشون ندی، نشون میدی. و اینها همش به خاطر اینه که حالا نمیخوام بگم، به خاطر اینه که یه نفره، روی یه نفر داری تمرکز میکنی. شما وقتی روی یه نفر تمرکز میکنی نمیتونی علاقت رو نشون ندی، میزنه بیرون، میفهمه طرف مقابلت، اونم بفهمه، کار تمومه. ریدی سربسته گفتم، ریدی. بفهمه که وابسته شی، بفهمه که نیازمندی بهش،
بفهمه که دیوانه‌وار دوستش داری، بفهمه اینا رو، ریدی. اینا رو بفهمه دفعت میکنه. متاسفانه. حالا ما بازم نمیگیم 100%، میگیم 99%. حالا یه دختری میاد میگه که نه من بدونم پسر منو دوست داره، منم دوستش دارم. باشه، شما دوستش داری. ما میگیم 99%، نمیگیم 100%. 99% شما رو دفع میکنه و یا علاقش نسبت به شما کم میشه، هیجانش افت میکنه، میره دنبال هیجان بیشتر. خب پس گفتیم آقا اگه علاقه‌مندی بخوای حست کنترل کنی سخته. در 90% اوقات نمیشه داداش. نمیگم نمیشه کلا، غیر ممکنه، میشه ولی سخته. خیلی راه سختیه. باید بتونی کسی که دوست داری موقعی که داری منفجر میشی پیام ندی، موقعی که حوصله‌ات سر رفته پیام ندی، یه روز پیام میدی، 2 روز پیام ندی، 3 شب پشت سر هم پیام میدی، 1 هفته پیام ندی، ببینی اونم پیگیریت میکنه یا نه. اینا سخته. شما سخته 1 هفته پیام ندی و اونم پیام نده و بخوای درک کنی اینو که آقا طرف پیگیرت نیست. این سخته داداش. منم این حسو داشتم، تو هم داشتی. سخته. هر دومون میدونیم که سخته. شما چون نمیخوای به هیچ قیمتی اون رو از دستش بدی، ولی چون ترس اینو داری که از دستش بدی، خراب میشه همه چی. و در واقع هم باید نترسی از این که از دستش بدی و ممکنه اصلا یه جاهایی از دستش بدی و نباید بترسی از این که از دستش بدی. مسئله سر اینه. شما وقتی بترسی باختی و باید هم 20 درصد بذاری که واقعا از دستش بدی و باید بگذری ازش. بخش دردناک داستان اینه که باید بگذری ازش. این سخت. پس این راه شد راه اول. حالت اول. حالت دوم چیه؟ حالت دوم من تو آخر ویدیوی قبلم یه اشاره‌ای بهش کردم. گفتم کار اشتباهی هم هست. نباید انجام بدی. نباید سمتش بری. لحاظ وجدانی کار درستی نیست. ولی ما میگیم، ولی شما انجام ندین. شما این کار. اصلا جالب نیست. حالت دوم اینه که شما چند تا پروژه رو با هم برداری. این حالت کار در بیاریه. یعنی اینکه شما یهو مثلا 7-8 تا پروژه رو با هم برمی‌داری. یعنی من نمیخوام بگم که مثلا بری مثلا بیهو مثلا با 7-8 دختر پیام بدی. که نمیخوام بگم که شما باید حواس جمع باشی که این 7-8 دختر خدای نکرده با هم در ارتباط نباشن. حتی یه سلام علیک کوچک. یعنی بهت بگم دخترها سلام علیک کوچیک هم با هم داشته باشن، احتمال داره این چیزا رو به هم بگن. بفهمن آقا دختره فکر کنم مثلا شما پروژه رو با هم برداشتی، دخترها با هم دیگه نمیدونستی با هم در ارتباط بودن. خیلی زشت میشه. فکر کن دختره مثلا با هم نشستن دارن صحبت میکنن، آره مثلا فلانی پیام داده مثلا فلان، آخ میگه به منم پیام، شما هم آره کارت در اومد. اینجا هم باید بهت بگم که داداش ریدی به معنی واقعی کلمه، یعنی ریدی با ته دسته دار. باید خیلی حواس جمع باشه. یعنی علاوه بر اینکه شما این ریسکش بالاست، حالت دوم ریسکش بالاست. خدای نکرده این 7-8 پروژه با هم برداشتی 2-3 تاش با هم در ارتباط باشن، اون 2-3 تا هم با این 2-3 تا در ارتباط باشن، کار تمومه. یعنی دیگه دانشگاه باشه، محیط کار باشه که بدتر، دانشگاه باشه سرتون نمیتونی بیاری بالا. یعنی ریدی تمام. خیلی حالت سختیه. گفتم کار هر کسی نیست، ولی جوابگو. اگه بتونی بزنی، یعنی همچین حرکتی رو بتونی بزنی، خیلی جوابگو. چرا؟ چون شما وقتی 7-8 پروژه برمی‌داری، علاقه تقسیم میشه، حواست، وقتت تقسیم میشه، علاقه تقسیم میشه. تو طول هفته یه شب با این حرف میزنی، یه شب با اون، یه شب با اون، یه شب با اون، یه شب با اون. دیگه نه حوصله‌ات سر میره و همین که
با هر کدوم که داری صحبت میکنی میگه آقا این در وجودت هست، در ذهنت هست که آقا نشدم مهم نیست، نفر اون یکی هست، این نشدم مهم اون یکی هست، این نشدم مهم نیست اون یکی هست. و چون این توی ذهنت هست دیگه نمیترسی که از دست بدی طرفو، و چون نمیترسی از دست بدی طرفو ریاکشن های جذابی نشون میدی در رفتار با اون دختر. دیدی چی شد؟ چون نمیترسی که از دستش بدی رفتار درستی نشون میدی، احساساتت رو میتونی کنترل کنی، چون علاقت اونقدر نسبت به هر کدوم زیاد نیست. و البته گفتم این کار درستی نیست، شما هم انجام ندین این کارو، درست نیست. خدایی نکرده حالا از بین این 7-8 دختر یهو دیدی مثلا 3-4 تاش واقعا به شما حس پیدا کرد، واقعا درگیر شما شد، وابسته شما شد و شما هم درگیر 7-8 شدی هم هستی. خب این جالب نیست دیگه عزیز من، جالب نیست. و این حالت هم هست ولی جالب نیست. این 2 حالت وجود داره. خب یه حالت سومی هم هست که نادره، که شما آقا همین 99% گفتم که آقا شما روی یه پروژه برمیداری میری جلو، همون رفتارهای چیزم انجام میدی و دخترم حالا خوشش میاد و میری جلو، یه خوشبخت باشی انشالله پای هم. ولی این خیلی کم پیش میاد، یعنی 1% که شما علاقه زیاد نشون میدی و دختره بازم جذب شما بشه. و گفتیم در نتیجه کل ویدیو بخوایم بگیم، گفتیم همه این نشأت میگیره از علاقه شدید یک مرد که تو رو بیشتر نداری، یا این علاقه رو کنترل میکنی، با این نفر میری جلو، علاقه رو بتونی کنترل کنی، احساسات رو کنترل کنی، درست رفتار کنی، خودتو وابسته نشون ندی، نیازمند نشون ندی، خودتو مشتاق نشون ندی. اگه بتونی این کارو بکنی که دمت هم گرم، خیلی کار درسته. یا باید بیای حالت دوم علاقه رو تقسیم کنی، خب که گفتیم کار انجام ندین، اصلا کار درستی نیست. و آره وجدانن کار درستی نیست. ولی و بحث بعدی هم میشه که به این شکل. حالا چند تا چیز عملی هم من براتون مثال بزنم که قشنگ براتون جا بیفته. برای مثال شما یه دختر میخواید دانشجو مخ بزنی، میخوای با یه خانومی وارد میخوای ارتباط بگیری با یه دختر خانومی، حالا مثلا همکلاسیت فلان، ببین مثلا میخوای به دختر پیغام بدی، باید یک دلیل منطقی داشته باشی به اولش. خب مثلا دانشگاه جزوه، درسته جزوه خیلی چیزه اینجوریه که آقا مثلا طرف تو بری میگه ببین میدونیم چه گویی میخوای بخوری، این حالت پیش میاد، اونم میفهمه تو چه غلطی میخوای بکنی، قصد چیه، جزوه نمیخواد. جزوه بخوای مشتی خب میری رفیقت میگیری، من جزوه بخوام میرم از رفیقم میگیرم، واسه چی بیام از تو بگیرم؟ این همه آدم چرا تو باید من جزوه بگیری؟ اینو خودش متوجه میشه و وقتی که مثلا ادامه میده این راه میده. حالا تو میری آقا پیام میدی تو دانشگاهی، مثلا میخوای دختر خانم رو ارتباط بگیری، میری جلو پیام میدی، سلام خوب هستین، جزوه فلان مثلا دارین شما، مثلا اونم جواب میده. ببین اینجا سه تا حالت پیش میاد، یا خیلی سرباله جوابتو میده، اصلا یه جوری به جواب میده اصلا به گوخورم میفته، این خود متوجه میشه که داستان چیه. و همون اونجا باید سریع همون بحثی که باز کردی رو سرش تهشو ببندی و دکمه رو بزنی خداحافظی کنی، اون که چی. یه حالت هم پیش میاد آقا طرف جوابتو میده ولی تو متوجه نمیشی، یا قرار این مثلا از نظر ادب و احترام داره به جواب میده، یا نه آقا داره مثلا راه میخواد بده تو نمیدونی. یه حالتی هم داره نه آقا طرف مثلا چراغ سبز رو زده بالا، میگه آقا میگه و میخنده و خیلی خوب داره باهات برخورد میکنه که مشخص میشه داره به راه میده. حالت دوم که گفتیم نمیدونیم، بعد شما بیا یواش یواش یه سری جمله هایی رو بگی که پتانسیل خندیدن داشته باشه. یعنی چه جوری؟ مثلا مثال بخوام بزنم برام، مثلا جزوه رو که مثلا بهش میگه مثلا جزوه شماست، جزوه دارین و فلان، مثلا میگه آره، مثلا جزوه مثلا گرفته گذاشته تو گروه، دختره مثلا میگه آقا چرا مثلا همه زحمت جزوه ها میفته گردن شما مثلا فلان، با خنده. اگه دختره گرفت اونم خندید، راه اومد، جمله رو گرفت اومد، با راه باهات اومد که یعنی آقا آره، اونم مثلا ایشونم آره داره بهت راه میده، برو جلو، همینجوری جملات ادامه بده، همینجوری برو جلو، ولی بازم تو جاده خاکی نزنی ها، باید
کنترل کنی. بدن بهت میگم داداش کنترل باید بکنی خودتو. زیاد مشتاق نشون ندی، سریع جوابا پیام‌ها جواب ندی. این داستانه مسخره‌ای که داره دیگه. ولی یه وقت مثلا جمله رو میگی ولی نمیخنده. اینم یعنی که آقا طرف مثلا از سر ادب و احترام داشته به جواب میداده، حس خاصی بهت نره و راه نمیخواد بهت بده. جزوه رو میگیری، بازم همون بحثی که باز کردی رو میبندی، تشکر میکنی و خداحافظی میکنی و رها کن و برو نفر بعد. پیگیر نباش دیگه، زیاد پیگیریش نکن. این یه مثال برای دانشگاه. حالا توی هر شرایط تو هر جایی که شما میخوای این هر کار رو انجام بدی باید بسته به شرایط اول یک دلیل منطقی داشته باشی که آقا من به این دلیل پیام دادم و فلان نبود، که اونم مثلا نمیفهمه که آقا مثلا تو به این دلیل پیام ندی. ولی خب مثلا گول باید بزنی مثلا دیگه، اونم باید گولو بخورن. شما گولو میزنی اونم گولو میخورن. به این شکل توی محیط کار به نظر نکنید مثلا کاری ریسکش بالاست، کندش در میاد، شرایط کاریتون به خطر میفته. حالا محیط دانشگاه اونور پارک فلان گروه هر چیزی دلیل منطقی حضوری میخوای بری، یه دلیل منطقی آقا مثلا اینجا رو میشناسی فلان، دلیل مختلف مزخرف دیگه، میری جلو بعد سر بحثو باز میکنی، بعد میچسبونیش به شماره، بعد میچسبونیش به چیز اینستا و اینا، میبری کارو جلو. به این شکل خیلی هم عالی. دیگه الان آماده مقصدنیم. گوشی رو بذار کنار، برو بگیر ببین کیو پیدا میکنی، پیام بهش بدی. چی بگم والا داستان عجیبیه. حالا باز در مورد اینا قراره خیلی مفصل‌تر صحبت بکنیم. حالا اینو شروع کردم، خیلی موضوعات دیگه ای رو قراره با هم دیگه مطرح کنیم که آقا مثلا یه ذره ریستر بشیم، این حرکت خوب نیست، این حرکت خوبه، اینجا اینجوری باید رفتار کنی، اینجا اینجوری. در کلش رو بخوام بهت بگم داداش، خیلی خلاصه بخوام بهت بگم، دختر نباید متوجه بشی که نباید خودتو وابسته دختر نشون بدی، نیازمند دختر نشون بدی، مشتاق نباید خودتو نشون بدی. و مهمتر از همه چیز باید متوجه بشی که آقا تو پیگیرمونی، اونم پیگیرت باشه. همه چی باید دو طرفه باشه توی رابطه. اینو همه آویزه گوشت کن. توی رابطه همه چیز باید دو طرفه باشه. اگه پیگیریش میکنی پیگیریت نمیکنه ول کن. اگه اهمیت میدی بهش بهت اهمیت نمیده ول کن. زنگ میزنی زنگ نمیزنه ول کن. پیام میدی پیام نمیده ول کن. متوجه بشی آقا اونم پیگیرت باشه، اونم بخواد. رابطه دو طرفه است. رابطه یک طرفه به درد نمیخوره. شما 0 رو ضرب در 1 کنی میشه 0. 9,999,000 فلان و فلان هم ضرب در 0 کنی میشه 0. وقتی همه چیز از یه طرف باشه نتیجهش 0، نتیجهش یکسانه، نتیجه 0، هیچ فرقی نمیکنه. رابطه دو طرفه است. اگر احساس کردی که طرف مقابلت پیگیرت نیست، نمیخواد یا هر چیز دیگه ای، رها کن برادر من، رها کن، بپذیر و رها کن و بیا بیرون. این خیلی مهمه. توی ویدیوی قبلی هم بهتون گفتم خیلی مهمه. توی رابطه همه چیز باید دو طرفه باشه، همه چیز. اینو هیچ تخیرتون نره. خیلی مخلصیم. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.